استقلال آمد دور و دوران میکنیم. شکر نام و خاک پاکی تاجیکستان میکنیم. جنتی روی زمین داده است ما را کردگار. شکر این داد خدا و لطف رحمان میکنیم. شکر این داد خدا و لطف رحمان میکنیم. نویسم من سرودی صلح را با خون دل. می نویسم من سرودی صلح را با خون دل. با تپیدن های به آرام روز افزون دل. تا یراقی تیز گردی به دستی دوستان. جنگجویان را کند شرمنده روی جهان. تا یراقی تیز گردی به دستی دوستان. جنگجویان را کند شرمنده روی جهان. جنگجویان را کند شرمنده روی جهان. صلح و امنیت تولد یافت چون در ملک من. دوست می‌داریم آن را ما به مانندی وطن. صلح باییم زایما مردمانی فتویاب. می نماید نقشه های جنگجویان را خراب. صلح باییم زایما مردمانی فتویاب. می نماید نقشه های جنگجویان را خراب.
سرود با نام صلح با قلم استاد میرزا ترسونزاده بود. دوستان عزیز، منظور شما شامتان را بخیر میگوییم. امیدواریم که یک شام نکو، یک شام خوبی خواهد بود، چون از ناگفته ها میگوییم و یک صحبت خیلی هم صمیمی، خیلی هم زمینی و خاکسار خواهیم داشت این شام. و مثل همان سرودهای نفری که امروز بازخوانی می شود، حافظ خلقی تاجیکستان حسین نصرالدینов. و امیدواریم که این برنامه براتان بسیار پسند می آید، چون گفتیم یک برنامه خوب خواهد بود. برای بازخوانی نمودن سرود ایشان باشد به برنامه دعوت نمودیم مطربان بخش فرهنگ شهری حصار را، اینچنین نفری که امروز سرودهایشان را بازخوانی می کنند هنرمند شایسته تاجیکستان اسکندربایف. خوش آمدید، شامتان بخیر باشد. تشکر. بیایید برنامه را با سخن یکی از شاگردان بسیار با وفای استاد شروع کنیم. سیفالدین اکرم میگوید: در دیار از بند آواز جز حسین آزاد نیست. هیچ کس مانند او پردان و پر ایجاد نیست. هر کی گوید خوانشی که ناله دارد، گویمش صوت او خوانش او بی ناله و فریاد نیست. این را ببینید که استاد در دوام عمری خیلی هم پربرکت خود، یعنی 88 سال خود، بسیار سرودهای خوب را به ما میراث ماندند که ماندگار است، هم چهره ایشان در تاریخ و هم سرودهایشان. و امروز هم همین گونه سرودها بازخوانی می شود. بله، شادروان صابری شاهینی گفته: صبحیدم صوت ترامر سحر گوش کند، از حیا خویش به یک گوشه خاموش کند. شهر ریز از زله بعد وقتی تکلم الحق، توتی هند زلهنی تو اصل نوش کند. خیلی شعری دراز است، البته درباره استاد بخشیدگان. خیلی شعری زیباست. با بسیار سرودا با بخشیدگان درباره استاد. درباره استاد من نویسنده برجسته حصار سلطان آدینه سرگذشت نصرالدین را نیز به تب رساندگان، کتاب کلان است. و خیلی در آغاز برنامه گفتم امروز از ناگفته ها میگوییم، چون که استاد که یک عمری خیلی پربرکت دیدن، در حقشان خیلی گفتید بسیار سخنهای زیبا، سخنهای عارفانه گفته شده است و خود نیز بسیار یک شخصیتی دانشمند بودند، عارف بودند، عرفانی بودند. خیلی میدانیم در برابری حافظ بودنشان اینچنین معلم بودند، در مکتب درس گفتند و اینچنین دوریدگر هم بودند، اینچنین باز شاعر هم بودند، ولی هرگز دعوای شاعری نداشتند. این از بزرگیشان دلالت میدهد و در آغاز برنامه همین را مشاهده کردیم. وقتی که نفر نزد مثلا استاد شاگرد می ایستد، حتما که پیروی میکند و با مرور زمان حتما که صدایش مانند می شود، طرز گفتارش مانند می شود و شما نیز پیروی میکنید و آوازتان نیز مانندی دارد شیرش. من از اوان جوانی وقتا رادیوی میدک کلخوزی بود سال 61، بعد در رادیو ما گوش میکردیم و لبی آب می رفتیم، ستیلا در همین کارنای کرا خونده سروده استاد رو برادرها در کودکی با اساسا بسیار آوازشان در دل من جا گرفته بود. من با مرور زمان با قطشان همکاری کردیم. بسیار این آدم زنده دل ظرافت بودم. چایخانه دمشتن همین یک گروهی کلان این آدم میبره زیارت میکنه، استاد خیلی آدم زنده، یک بزم کلان شده میرفت. در برابر سرود را زمزمه کردن، اینچنین متن را نیز معنی داد میکردن، معنیش را میفهموندن که این چی گفته شده است در همین سرود. بله، شعری که انتخاب میکردن مضمون بلند داشتن. من شاهد آنم که چند آدمای همین دانشمندا استاد التماس کردن که همین شعر با من نویسنده. کدام وقتی که ما شعر چی میکردیم برده از پیششون میگذراندیم، اول میگذراندیم و میگفت که من جاش خیلی میخوندیم. با یک میگفتن که اسکندر شعر پرتافتن ممکن، کم کردن ممکن، مثلا یک شعری مثلا 20 کوتاه‌تر کردن، کم کردن اجازت و نه که غلط خوندن اجازت نیست، هیچ گاه اجازت نه. یکون جا اگر غلط خونی به میگن که همین استاد نشون داده که استادش همین خیلی بسیار در این باره سخیر بودن. بله، و از سال 1949 که این نفر استاد بودند، یعنی همچون آموزگار فعالیت داشتند، آموزگار از فن زبان تاجیکی و ادبیات. برای همین هم گمان میکنم بسیار یک به متن اعتباری بلند میدادند و اینچنین متن‌های بالا را انتخاب میکردند و اگر که زیاده از 500 تا سرود ایجاد کرده باشند، هر یکیش از همدیگر فرق میکند و اینچنین متنی بالا دارد، مضمونی بالا دارد.
وقتی که همین با شاگردانشان با نفرانی که این کس را میشناختن هم صحبت میشیم حتما که با اشک یادآور میشوند با نکوی یادآور میشوند از این کس. من یوش بودم در مرکز فرهنگ و فراغتی نمره 10 رهبر بودم. همین از تلویزیون 45 دقیقه وقتا ماگنیفون لنتگی بود. بله. همین من از تلویزیون ثبت میکردم رفته در همون کلوب وقتای تنهایی میموندم به اختیار گره میکردم. یعنی تاثیر نیک داشت. همه شعراشون بسیار چیزای سبک نمیخوندن بلند مضمون میخوندن نه اینکه وای آموزگار بودن شاعر بودن. من شعراشون میخونم بسیار شعراشون میخونم. استوی دورتگری چی بودن؟ همین کدام وقتی که میرفتی یا اراداسیون یا راندا یا تیشا همه اوینکاری کرده بود. همه با همین حوالیشان رو خودشان آباد کردن. در همین مهمانا که میومدن از خودی جمهوری برادری ازبکستان بسیار مهمانا مختصاشون میومدن خبر میگرفتن. و باز یک خاطره دیگری هست میگویند که یک نفر بانو یک نفر زن از خودی همون دامنه عقبه که الکه این به حدود ازبکستان داخل میشود پیاده اومده است به نزد استاد تا اینکه به توی دعوت کند به معرکه ایشان. خودشون نقل میکردن که همین خیلی من ازبکستان در رفته خوندم چند قرن که دیگه دوست می داشتن در همون جای هم استاد بسیار دوست می داشتن. همین استاد آدمی مهنتی بودن در ده زندگی میکردن. بعد همون دو نفر زن همین ایال میبرد میشیند خونه‌اش رو میگن که خونه سینه میگه که همینجا دوره میگه خونه دا بخای اولشون میفهمن که همین چون چوب پای کنی سیسون خودشون لای اندوا کردن در روی لای بودن استاوگی هم وقت استاوگی هم لای اندوا کرد. بعضی کو دیدن که همین دو تارو روبو همین که کشون کردگی بعد میگه همین خونه سینه است همین نچ بالا. بعد میشینن چای میخورن بعد میگن که خواهرای عزیز چه خدمت میگم چی بعد میگن که ما هیچ خدمت نداریم و آوازتون رو از رادیو گوش کردن از رسپوبلیک ازبکستان با عهدت شما اومدیم. و خیلی گفتید حوله یک بسیار خاکسارانه دارند در برابر آنی که یک فطرت خاکسارانه دارند و بیهوده نیست که ما در اول برنامه قید کردیم صحبت یک صمیمی و زمینی خواهیم داشت چون ایشان همین گونه بودند و در برابر مثلا شاعر بودند در برابر حافظ بودند در برابر دوریدگر بودند اینچنین کتابدار هم بودند و یک خاطره خیلی عجیب دارند. استاد خودشان نقل میکنند که وقتی خیلی خردسال بودند و با همین مادر خود به کوه میرفتند به غارها میرفتند روزه خودشان تنها میروند به غار وارد میشوند از همانجا یک کتاب مییابند ولی از سبب که خردسال بودند خوانده نمیتونستند میارند به دهه و نزد استاد نعمتوف میبرند نشان میدن. این کس میگویند که این کس از مولانا ظهوری این کتاب و باید که تو همین کتاب را بخوانی از روی همین کتاب بیاموزی و همین گونه از سال هنوز خردسالی نفر شغل میورزند به کتاب داری یعنی کتاب جمع میکنن. من شما اگر خانه‌شون رفتگی بگید در دیده ایم بله 7000 نسخه کتاب دارم. بسیار کتابای نادر داشتن و بسیار آدمانی بزرگ با اونان جنان گرامی ساتیم روزاده با همه کتابخانه تشریف آوردن همه صورتشون به همینجا زدگی همه کسی بینادگر گفت میگه بسیار کتابای نادر است بسیار. من یک روز رفتم بالاخانه در برام بودم که همین مزهشون بود سرشون در مال شاهی بستگی همین عینکا موندگی یک کتاب همین قیقاوسا همین گیره کرده خونده سیان خبر آدما معنی شعر میفهمیدن تیز در راه تاثیر میکرد گیره میکردن. همین خیلی آواز شیرداری زود داشتن که بی اختیار همین کسی که میخوان گیره میکردن. حافظی اصیل است. حافظی اصیل است. بله درست است و در این برابر باز میگفتند که من در پیروی نفر سرود خواندم ولی هرگز غزلی کسی را سرود نکردم یعنی تکرار سرود نخواندم و شاید از این رو باشد اگر به ایجادیاتشان نظر اندازیم بسیار رنگارنگ به نظر میرسد. اگر به روزگارشان نظر اندازیم چندین مراتب واخوری داشتند با نفران بسیار شایسته نفران بسیار نامی از قبیل میرزا ترسونزاده، صدرالدین عینی، راضیه آزاد گرچنده آنها دعوت میکنند که بیا در دوشنبه فعالیت ولی راضی نمیشن میگویند که من دو برادر داشتم هر دویشان حافظ بود ولی متاسفانه هر دویشان در وقت جنگ وفات کردند و من باید به والدان پیر خود نگاه و بین نمایم دعایشان را بگیرم. سال 57 از نگذرانی میشود یک ستارگوی همین 300 سال میبین مکتوب نام سرودی روزه آزاد میخونه مدیری با اکادمیک باباجان غفروف بعد میخونن
همینجا با مکتوب نویسندگی از جنگ. به هر جایی که باشم بر سرم باشد هوای تو، که بر دل آرزو دایم همین بینم جمال تو. وقتا نمیدونستن که روزه آزاد مادری بابا جان غفور با فراد میکنم، میگن که همین مکتوب از اونی که با میگن که بیام ما شما چون آواز خوب دارید شما با مسکو خواندنی روی میکنیم. و میگن که من یک پدری پیر دارم همین کارا صد راه میشد و من نمیرم نوشم یگان مکتب موسیقی خواندگی نیست. خب تشکر، چون بسیار هم سرودهای خیلی والا دارند و امروز هم باور داریم که سرودهای بهترین را امروز بهر ما و بیننده آورده اید. بیاد باز هم یک سرود شنویم، بعداً با صحبت را ادامه دهیم. گل زاری وفای نرسیدیم، رفتیم به گل زاری وفای نرسیدیم. چون سایه دویدیم و به جای نرسیدیم، سایه دویدیم و به جای نرسیدیم. مانندی سیریش کم هم از دیده بدر کرد، مانندی سیریش کم هم از دیده بدر کرد. یک می جبهیم دادی عصای نرسیدیم، یک می جبهیم دادی عصای نرسیدیم. در خواب گذشتیم و به جای نرسیدیم، حاجی همه عمر چون به برابر گذشتیم، چون آبیلهی پا به صفای نرسیدیم. حاجی همه عمر چون به برابر گذشتیم، چون آبیلهی پا به صفای نرسیدیم، چون آبیلهی پا به صفای نرسیدیم. تشکر. سرودی رفتیم به گلزاری وفای نرسیدیم شعر از حاجی حسینی کنگرتی بود تقدیم بیننده. و این را ببینید که چون ایشان گفتیم معلم بودند و تنها متن‌های بلند مضمون را می‌پرستیدند و تنها همین گونه سرودهاست در کلوار ایشان
یعنی سرودهای پندی، سرودهای نصیحتی است که همواره عرفان میبخشد به آدم، به شنونده، جهانی معنویاتش را بوی میگرداند. و از تاریخش میگفتید که شروع از کی این را از خود کردید، از کی میسرایید؟ در بخش فرهنگ سعدی خانی، حافظ خانی، رودکی خانی تشکیل کردند. با ما در همینجا یک گروه سنکارا خواندیم. با همین استاد همین میخوندن همینا. با ما همین کتاب یافتم همینا. و بسیار چیزاش خیلی با از خودشون گرفتیم. با از رادیو گوش کرده بود، ثبت کرده بود، تیار کردیم. وقتی که همون مکتبی که در دهه الوکی شهری نبود و به نام استاد گذاشتنی بودن، این کس رد کردن، ولی نوبسته از این مکتب رو به نامشان گذاشتن و همین گونه تعریف رو هم دوست نمی داشتن. بله راست مکتب به نام شمردن حقیقتا در همین معارف اومده، حکومت اومده گفته که همین مکتب ما گفته حال زنده گفته در همین زندگی میمونیم که شما همین با زندگیتون ببینید، شما همجا واقعا شما 50 سال 60 سال در همجا کار کردید، هزارها نفر واقعا از همینجا برآمدن، علیما برآمدن، شاعرا برآمدن، بزرگا برآمدن. و همون روزی مکتب ماندنم منم رفتم یک چناری با حشمت در همین زی مکتب است تا همه چنار دا با خودم با میکروفون گرفتن که من این شاگردم از خود الماسی اومدگی همین خیلی معرفی میکردن. کسی که می اومد میگفتن که من این شاگردم از فلان جا، این شاگردم فلان جا است، این شاگردم فلان جا. خیلی شاگردای استاد به نهایت زیاد بودن. گفتن که من یک بسیار آدم با دولتم، بسیار شاگردا دارم. همه خندت من همین شاگردام میبینم خیال میکنم که بالو پر برابر من پرواز کنم. گفتن همه خیلی معرفی میکردن، بسیار خرسند میشدن. واقعا هم از شاگردان خود بسیار افتخار داشتن، میبالیدن، چون شاگردان خود را خیلی دوست می‌داشتن، عزت می‌کردند و همین گونه رفتار داشتن شاگردانشان نیز به استاد. اینچنین تا دم مرگ شاگردانشان نزد استاد بودند، خبرگیری می‌رفتند. و باز کدام سرودها را آموختید از ایشان؟ شاید سبکشان را نیز آموخته باشید. وقتی که 60 ساله شدم با همین سرود خوشاک نیسوری مویا و در همینجا با یه جای خواندگی با در بخش فرهنگ جشن می‌گرفتیم. همین 4 مصری اولی برادرها همین من خیلی سر میشد. من از تورنزاده، از شهرنو. یعنی که این سرودی حتمی محفل ها بودن برادرها؟ برادرها از شادران کریم دیوانه وقتا همون در خرمنا رادیو ها شنوندگی بودن. تلویزیون خیلی چیزا نبود، فقط رادیو میموند. وقتا استاد بسیار میموندن. همین چوله عراق و من همین برادرها. بیاید همین سرودی برادرها را بدون موسیقی هم باشد 4 مصرع بسرایید. برادرها چنین ارزارم امشب که یک جانی شیرین طرز دارم امشب. حیات و عمری من بگذشت بخاری که شرمسارم از این کردارم امشب. تشکر زیاد. باز در کلوار برنامه ما داریم شعر از حسرت حصاری با نام بلندی یا بله؟ بلندی یا کاس بیایید این سرود را هم منظور بیننده می‌گردانیم، بازخوانی می‌کنیم، پس آن باز برمیگردیم به صحبت. بلندی کوه از پای مردمن کشیدن ها، سری سیلاب بسنگ آمد از به جا دویدن ها، سری سیلاب بسنگ آمد از به جا دویدن ها. من از به قدری خواری سری دیوار دانستم، من از به قدری خواری
سری دیوار دانستم که ناکس کس نمیگردد از این بالا پریدن ها که ناکس کس نمیگردد از این بالا پریدن ها شرمند از یوسف خریدن ها مرا آخر به خاکیتی رکسان کرد این حسرت زیدون بالش دویدن ها و گردش رسیدن زیدون بالش دویدن ها و گردش رسیدن ها و گردش رسیدن ها یکی از ویژگی‌های خاص استاد در همین بود که اوج‌های بسیار بلند داشتند و خودشان نیز قید کرده بودند که در حق برادرانشان چنین میگفتند که وقتی که برادرانم سرود میخواند دیگر اوج بالاتری نمیماند، یعنی بسیار آواز پرقوت داشت و گمان میکنم این میراثی است به استاد که این گونه اوج‌های بلند داشتند و شما نیز پیروی به استاد همین گونه سرود می‌سراییدید. این رو هم از استاد آموختید؟ البته در یادم است که وقتی 70 سالگیشون دهه توده جشن میگرفت استاد سیفی اکرم، استاد شمسی مهدی، همه بچه‌ها شاگرداشون جمع شده بودن. همین خوشا که این سوری ما با در همینجا خوندیم یا جایی خوندیم. همین خوندن نمیدونم وای از کدام تنالاس بود. همین اوج اومدن داد همین میکروفون رو دامن دادن. من گویا که همین من دیگه جایی دیگه اکو دیگه اون جایی چی نیست. همین گرفتم همین خیلی همین سرم تا خورد همین کیم چخل شدم همین خیلی یون اوج گرفتم با خندیدن بود دوام دادن. یعنی دشوار بود برای بسیار دشوار بود، بسیار بلند میخوندن، بسیار یابزن اوزون بسیار بلند بود. هر کس اوجای باید گرفته نمیتوند. خیلی باید یک مکتبی اساسی بودن آخی. هیچ کس مثلا استاد ظفر ناظم نمیشد. بله. شادروان آدین هاشم نمیشد. از اونجا هیچ کس حجیسان سوری نمیشد. یه مکتب هست همون روشی استاد حسین نصرالدین. استاد یکان مکتب موسیقی خواندگی نبودن. بله. آموزگار بودن که با یک اسباب ربابی خوشخری میخوندن همین که از بلند گرفته همین با اوجای کلان که در رادیوش خیلی من صدا میکردم. برایتان دشواری پیش نمی آید چون استاد با رباب میسراییدند شما با تار، یعنی با این هم مثلا یگان کاستگی نمی افتاد؟ بله یگان کاستگی نمی افتاد ولی رباب بسیار تارمانند بود، رنگ تار بود. من بالا ناخته میشد، من خیلی ناخته میشد. بعد بسیار همه جاده خیلی با هم رباب استاد میخوندیم، با می ناختیم استاد میخوندن چیزا. همون رباب هست ولی که خونه شونده. و سرود آخرانی که منظوری بیننده میگردد بازخوانی میشود با نام همین دم را غنیمت دار از سلطان آدینه میباشد. وید درباره همین سرود هم یک کمی صحبت کنیم بعدان برنامه را به آخر رسانیم. همین سرود استاد با یک رباب و یک دوره خوانده. و امروز با انسامبل میخوانیم. امروز با انسامبل میخوانیم. باری همون پیش همون آثارخانه که شهریستان گذاشتم که سلطان آدینه همین شعر دامن داد. با کجای ماندم با فراموش کردم با یه روز همین برگرام کردم که همین شعر یافتم.
و منم گرفتم آزاد کردم خبر این روز بس همین تماشاگران میرسونیم. بهترین میشود. مرحمت. دم را غنیمت دان من و تو با همیم ای جان همین دم را غنیمت دان نگاه حیران و دل رقصان همین دم را غنیمت دان نگاه حیران و دل رقصان همین دم را غنیمت دان بیا یک دم به پهلویم زی دستم گیر و همدم شو بیا یک دم به پهلویم زی دستم گیر و همدم شو ترحم کن بیا جانان همین دم را غنیمت دان ترحم کن بیا جانان همین دم را غنیمت دان پس از ما و تو هم عالم چنان ماند که حالا هست یقین ما می رویم از آن همین دم را غنیمت دان شروده کی روان است خفا اصلا نمی گردد شروده کی روان است خفا اصلا نمی گردد رود این عمر هم تازه همین دم را غنیمت دان رود این عمر هم تازه همین دم را غنیمت دان همین دم را غنیمت دان همین دم را غنیمت دان سپاس. بار دیگر شامتان بخیر باشد. بار دیگر خوش آمدید به سفینه امید به برنامه خاطره ها. تشکری بی‌پایان به تمام تماشاگران عزیز و کارمندان تلویزیون سفینه آزادار. سپاس. سلامت باشید. و بزرگی این چهره ماندگار تاریخ را ببینید. این چهره بسیار صمیمی را ببینید. حافظی خلقی تاجیکستان حسین نصرالدین که تنها در زادگاهش ایجاد کرد ولی شهرت و شانش برون از مرز تاجیکستان برآمد. ما امید بر آن داریم که پیروانش، شنوندگانش، مخلصانش باز هم زیادتر می‌گردند و البته که این مکتب هرگز فراموش نمی شود. اینجا پایانی برنامه خاطره هاست. دوستان عزیز خانه آباد باشید. خیر.